هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. موضوع امروزه ما آداب سوال دادن باید چگونه باشد. برادران و خواهران عزیز، معرفت ناکی جوانان ما و سویه آداب و اخلاق آنها در کدام درجه قرار دارد. برادران عزیز، من همه شما را در نظر ندارم، زیرا جوانان و برادران با آداب و اخلاق زیادند، بلکه آن جوانانی را در نظر دارم که از کوچه آدمگری گذر نکردند و حتی آداب صحبت و آداب سوال دادن را هم نمیدانند. این موضوع را برای شما به نهایت ساده و عادی تحلیل میکنیم تا برای همه فهمه باشد. بیاید برایتان یک قصه از دورهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را نقل میکنم تا شما فهمید که آداب سوال دادن باید چگونه باشد. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی میگوید روز همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که ناگهان یک مرد ناشناس و در تنش لباسهای به نهایت سفید و تازه داخل مسجد شد. موی سرش به نهایت سیاه بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت و رو برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشست. چنان با آداب نشست که حتی زانوهای خود را به زانوهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم چسبانید و با آداب و اخلاق نکو سوال دادن را آغاز کرد و سوالهایش چنین بود: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، من را از اسلام خبر بده، یعنی اسلام چیست؟ دویم سوالش: من را از ایمان خبر بده، یعنی ایمان چیست؟ سوم سوالش: من را از احسان خبر بده، یعنی احسان چیست؟ سوال چهارمش: من را از قیامت خبر بده، یعنی قیامت کی می شود؟ خلاصه چندین سوال کرد و جوابهای سوال خود را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفت و ناپدید شد، یعنی رفت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه ها گفت: آیا این مرد را شناختید؟ صحابه ها گفتند: نه، نشناختیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: این جبرائیل علیه السلام بود که دین شما را، یعنی دین اسلام را آموختنی آمده بود. این حدیث در کتاب صحیح مسلم آمده است. پس برادران مهربان، فهمید که جبرائیل علیه السلام چگونه با آداب می نشست و سوال می داد. پس چرا جوانان ما از حضرت جبرائیل علیه السلام عبرت نمی گیرند؟ اسلام سرشار پند و اخلاق است، پس چرا آداب و اخلاق انسانی را نمی آموزید؟ با دقت باشید، زیرا برای شما از آداب و اخلاق جوانان امروزه خبر می دهیم. جوانان دیگر دولت ها حتی بعضیشان به کیهان پرواز کرده ایستادند، اما جوانان ما باشند تا حال آداب و سخن گفتن را نآموختند. افسوس، بعضیشان میگویند که یک سوال دارم، اما پی در پی 10 سوال را میدهند. نه در آنها سلام است، نه علیک است. تنها در نوک زبانشان برتن برتوخ همه گله یک سوال حیوان دارم جواب تین و غیره ها. مگر همین آداب و اخلاق جوانمردی است؟ علل خصوص جوانان را در نظر دارم. جوانان عزیز، خدا شاهد است که این همه سخنها برای آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان و دین پاک خدا و آداب شماست. باقی خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.